کل داستان ساده است. اینو اصلا پیچیده نکنید تو ذهنتون برای خوشبختی، برای موفقیت. دنبال یه چیزای عجیب و غریب و نمیدونم متفاوت نباشید، چون ساده است نمیبینیدش. ساده است فکر میکنید تأثیری نداره. بازی خیلی ساده است. بازی برمیگره به کنترل جهان، داره هر لحظه با فرکانس‌های من کار میکنه. یعنی پاسخی که جهان داره به من میده با فرکانس‌های هر لحظه من. فرکانس‌های منم مشخصه. وقتی احساس خوبی دارم فرکانس خوبی ارسال میکنم، وقتی احساس بدی دارم فرکانس بدی ارسال میکنم. به همین بقیه‌اش اینه که من سعی کنم آگاهانه همون چیزای ساده، اصلا تکنیک عجیب و غریبی هم نیست، با همون بحث سپاسگزاری، با همون تمرکز کردن برای نکات مثبت نوشتن، با همون توجه کردن به زیبایی‌ها اطرافم، نکات مثبت. وقتی باور کمبود دارم ترس‌های من بیشتره دیگه. هر چیزی که باعث بشه ترس‌های من کمتر بشه، ایمان من بیشتر بشه، آرامش من بیشتر بشه. قانون داره عمل میکنه و اصلا پیچیده نیست و من باید فقط این مسیر رو برم و هی بهتر بشم توی این مسیر.